یه مسیری درون بدن همه ما وجود داره که به حال خوبمون کمک میکنه. این مسیر چیه؟ اسمش عصب واگه. عصب واگ از ساقه مغز شروع میشه، از گلو عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، از ریه ها، روده ها و تا پایین ستون فقرات ادامه داره. حالا کارش چیه؟ کارش اینه که بین مغز و اندامهای داخلی بدن ارتباط برقرار میکنه و سیستم عصبی پاراسمپاتیک ما رو فعال میکنه. حالا وقتی که این عصب واگ رو فعال ترش میکنیم دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاق خوبه اینجاست. هورمون آندورفین ها در بدن ما بیشتر ترشح میشن. این هورمون کارش چیه؟ به درد کمک میکنه. یعنی تقریبا مثل یه دوایی میمونه که توی بدن ترشح میشه، به درد و آرامش کمک میکنه، حتی درد عاطفی و ذهنی. کار دیگه که میکنه، میاد هورمون ملاتونین، سروتونین و دوپامین رو ترشحش رو بیشتر میکنه، افزایش میده. حالا چطوری باید اینو فعالش بکنیم؟ خیلی ساده. 5 مرتبه هر روز، اگر 2 بار 3 بار، هر موقعی که وقت میکنید اینو انجام بدید که عالیه. 5 بار دم و بازدم بگیرید، دم بگیرید و بازدم‌های طولانی تر انجام بدید. هرچی این بازدم طولانی تر باشه بیشتر بهتون کمک میکنه. این روش‌ها شاید خیلی ساده به نظر بیان، اما بهتون توصیه میکنم انقدر ساده ازش نگذرین، چون خیلی مؤثره. من خودم امتحانش کردم و نتیجه دیدم که اومدم دارم به شما میگم. عشق باشه این تمرین رو انجام بدید، این پست رو سیو بکنید و برای دوستاتونم ارسال بکنید.